شاید شما هم با من موافق باشید که بچه‌ها شیرینی زندگی زوجهای جوان هستند. چرا که پدرها و مادرها برای دیدن لبخند رضایتشان حاضرند تمام تلاش خود را انجام بدهند تا مایحتاجشان را تهیه کنند. شوق و شور در تهیه سیسمونی نوزاد آغاز این ماجراست. پدر و مادرها برای انتخاب وسایل اتاق کودکشون دقت نظر بیشتری به خرج میدن. کارشناسان روانشناسی هم معتقدند که برای انتخاب وسایل بازی بچه‌ها باید بیشتر دقت کرد. اینجا اولین نمایشگاه تخصصی نوزاد و کودک هست در بازار مبل ایران شماره 3. اینجا علاوه بر عرضه وسایل اتاق کودک، بخش‌های متنوعی هم به بازدیدکنندگان ارائه شده. با ما باشید گزارشی از این نمایشگاه تخصصی رو ببینید. راحت میتونن به مایحتاج خودشون دسترسی پیدا بکنن. مخصوصا کشورمون چون یک کشور جوونی هست، خب انشالله ازدواج هم توش توسعه پیدا بکنه، زاد و ولد زیاد میشه. این خانواده ها برای تهیه سیسمونی واقعا گرفتارن همیشه. یه دونه رو باید از این ور بازار بخرن، یکیش از اون ور شهر بخرن. یعنی جمع کردن اون مایحتاج خودشون بودن مشکلی. این نمایشگاه به مردم خدمات ویژه میده. اولین نمایشگاه تخصصی برترین‌های محصولات نوزاد، کودک و نوجوان در فضای استاندارد آغاز به کار کرده است. در محل برگزاری نخستین نمایشگاه تخصصی نوزاد، کودک و نوجوان هستیم و این مجموعه به عنوان میزبان این نمایشگاه از پتانسیل‌های خیلی خوبی برای برگزاری این نمایشگاه برخوردار هستش. موضوعی که مورد در واقع توجه هست این هستش که این منطقه یافت‌آباد با توجه به اینکه مرکز عرضه مبلمان هستش در محدوده طرح ترافیکی نیست و هموطنان عزیزمون، همشهریان خوبمون در استان تهران میتونن خیلی راحت به این منطقه دسترسی پیدا کنن و از این نمایشگاه بازدید بکنن. ما اینجا سعی کردیم با توجه به امکانات زیادی که در بخش رفاهی مثل وجود رستوران، کافی شاپ، محلی برای بازی کودکان و تعداد زیادی پله برقی و آسانسور که در این مجموعه عظیم وجود داره بتونیم دسترسی و امکان بازدید مردم رو به نحو احسن انجام بدیم و هیچ مشکلی برای این که بتونن یک روز کامل رو مردم در اینجا به خودشون اختصاص بدن و خانوادهشون در این مجموعه وجود نداره. شاید اصلی ترین ویژگی این نمایشگاه این باشه که برای اولین بار در کشور نگاهی که به نوزاد، کودک و نوجوان میشه یک نگاه تخصصی و جامعه. یعنی چی؟ یعنی اینکه اینجا ما تمام چیزایی که به نوعی مرتبط با این حوزه هست، یعنی بحث مبلمان، دکوراسیون، سیسمونی، پوشاک، اسباب بازی، سرگرمی، مسائل رفاهی، فرهنگی، آموزشی، همه اینا رو با هم توامان در این نمایشگاه مورد توجه قرار دادیم. اینجا در واقع نمایشگاهی نیست که فقط کالاهایی که در این حوزه هست عرضه بشه، خدماتی عرضه میشه که با اون شعار اصلی که این نمایشگاه داره، یعنی سلامت، کیفیت و تنوع همخوانی داشته باشه. از خدماتی که در این نمایشگاه شما شاهد هستید اینه که ما هر روز ساعت 2:30 تا 4:30 یک سمینار آموزشی داریم که برای همه رایگان هست حضورش، یا ما با کمک یک بیمارستان فوق تخصصی کودکان مشاوره رایگان میدیم به مادران باردار. در واقع اساتید و پزشکایی که از اون بیمارستان فوق تخصصی کودکان در این نمایشگاه حاضر هستن مشاوره رایگان میدن به مادران باردار. تست قند خون کلیه کودکان زیر 12 ساله که در نمایشگاه حاضر باشن به شکل رایگان انجام میشه. البته در نمایشگاه سعی شده تا بیشتر به سلامت کودکان و نوزادان پرداخته شود، چرا که در کنار زیبایی وسایل اتاق خوابشان باید وسایلی استفاده شود که از نظر پزشکی مورد تأیید باشد. ما در این نمایشگاه در غرفه تشک مشاوره پزشکی و فیزیوتراپی میدیم به عزیزان برای انتخاب یک تشک مناسب برای فرزندانشون و حتی برای خودشون.
یه تشک مناسب صرف نظر از اینکه در ساختارش چه چیزهایی به کار رفته، از نگاه بیرونی تشکیه که با انحناهای طبیعی و بافت نرم خودش رو هماهنگ کنه. یعنی اونجایی که بدن سنگین‌تره تشک اجازه فرو رفتگی بده به بدن، و اونجایی که مثل قوس کمر، مثل قسمت جانبی ستون فقرات انحنای طبیعی وجود داره، تشک اونجاها رو پر کنه و سازگار بشه با اون قسمت. بازدید کنندگان می توانند در کنار بازدید محصولات از سطح سلامتی کودکان خود هم باخبر شوند. ما در این غرفه چک قند خون کودکان رو به صورت رایگان انجام میدیم. مشاوره‌های مختلفی در زمینه مادران باردار، در زمینه بیماری‌های خاص کودکان و نوزادان، عفونت‌های ادراری کودکان، در زمینه مشکلات رفتاری کودکان و نوجوانان میتونیم به صورت مشاوره در خدمت والدین گرامی باشیم. من هر روز ساعاتی رو اینجا میام در حضور بچه‌ها به اتفاق امیر محمد که هم این دیویدیوها رو به نمایش بگذاریم، هم بچه‌ها رو از نزدیک ببینیم و یک ارتباط نزدیکتر و صمیمانه‌تری داشته باشیم. از سوی دیگه من میتونم بفهمم که مخاطبین من چه چیزی رو میخوان و از من چه انتظاری دارن. نمایشگاه هم که خب این نمایشگاه تخصصی به تبع کسانی که میان اینجا مطمئناً به دنبال چیزهایی که برای بچه‌هاشون هستن و به دنبال اون میگردن میان اینجا، و ما هم که به نوعی کارمون در خصوص کودک هست از این قضیه مستثنا نیستیم. خب امیر جان خوبی؟ ممنون، متشکرم. امیر محمد نمایشگاه رو دیدی؟ بله. چیزی هم انتخاب کردی؟ اول سلام. به نام خدا، سلام خدمت همه بینندگان عزیز برنامه در شهر. و سوالی که انتخاب کردم یه دو سه تا غرفه مارتر میخوام برم تهیه کنم. خوب بود کیفیت‌ها، تنوع؟ خیلی تنوع داره، رنگای شد، خصوصا بچه‌های پسر، اونایی که تو سن منن، تخت خوابای ماشین داره. خیلی خوبه. بله. اولین نمایشگاه تخصصی برترین های محصولات نوزاد، کودک و نوجوان تا پایان هفته جاری 21 بهمن ماه 1390 از ساعت 10 صبح تا 8 شب آماده بازدید عموم علاقه‌مندان. با ما در شهر بمانید.